حضرت علی خبر دادن که 2 نفر عایشه رو دشنام درستن. حضرت علی گفتن که گیرید مردم رو گفتن لوچ کنید، لباسشون رو برورید و اونها رو 100 درگی زنید. بزرگی عظمت علی بن ابی طالب نسبت مادر مؤمنان. علی بن ابی طالب میدونست که عایشه مادری وی است، چون که علی بن ابی طالب از جمله مؤمنان است و پیش قدم ترین و سابق ترین مؤمن است. بنابراین دشنام دادن ام المؤمنین دشنام دادن مادر حقیقی خودش است. بنابراین علی بالای اونها حد جاری کرد. وقتی که بعضی نامردان اونجا طعن زنی رو شروع کردن، همین سبعی ها بودن. البته تا حالا این سبعی ها دمشون دوام دارد، با عایشه رضی الله عنها طعن میزنن. وقتی اونها طعن زنی رو شروع کردن گفتن که انها لزوجة نبیکم فی الدنیا والآخره، عایشه به درستی بیشک یقینا زوجه پیامبرتون هم در دنیا هست و هم در آخرت. در آخر یک توصیه میدم که برای تاریخ سرچشمه عقیده نیست. سرچشمه عقیده کتاب الله است و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم.